سببی اینقدر مهم دانستنی جشن، سبب اینقدر توجه کردن ما به این سنه تاریخی در آن است که مسئله دولت، مسئله استقلال برای تاجیکان مسئله رقم یک است. اگر روزی سوال کنیم که مهمترین مسئله تاجیکان در همین زمان چیست، ما میگیم حفظ دولت، چون که تمام مسئله های دیگری که داریم تنها در حالت حفظ شدن دولتداری ملیمون حل میشن. اقتصاد است، سیاست است، ایدئولوژی است، فرهنگ است، دین است، زندگی شخصی است، همه همین تنها در حالت رشد میکند یا حل خود رو مییابد که اگر دولت رو حفظ کرده توانیم. بنابراین میگیم که دولت مسئله رقم یک ما و این فقط به مسئله امروز دخل ندارد، زیرا در تمام طول تاریخ همین تحلیل تاریخی تاجیکان نشون میدهد که مسئله رقم ما یکی ما دولت است، زیرا هر وقتی که ما حاکمیت سیاسی و دولت را از دست دادیم روز این مردم سیاه شده است. هر وقتی که ما حاکمیت و دولت را از دست دیم زیر پای دیگران مجق شدیم. هر جایی که دولت و حاکمیت را از دست دادیم زبان، فرهنگ، ارزش‌ها، حقوق‌ها همش از دست دادیم و در نهایت هر جایی که دولت و حکومت را از دست دادیم حاکمیت سیاسی را، خود ملت هم حل شده، نابود شده است. بنابراین چی میگیم؟ من این فرمولش اگر معلمای عزیز ایرا باید در بچه‌ها شروع فهمونید، فرموله اساسی چخیل که پس حمایه جمهوری تاجیکستان امروز دیگر مسئله سیاسی، ایدئولوژی و تندرستی نیست. چی میگیم؟ امروز این مسئله حیاتی است. یعنی که بود و نبود تاجیکان به بود و نبود تاجیکستان وابسته است. اکنون بقای تاجیکان همچون ملت با بقای تاجیکستان همچون دولت دیگر بیوسته وابسته است. به زبانی بازم ساده تر گویم، امروز تاجیکستان همچون دولت ملی مهمترین عامل بقای تاجیکان همچون ملت است. یعنی باز ساده تر گویم، یعنی اگر تاجیکستان همچون دولت از بین رود تاجیک هم همچون ملت دیگر آیندهش زیر سوال میشد. این از روی تجربه میگویم. بنابراین تاجیکستان همچون آخرین پناهگاه، آخرین جزیره، آخرین جایی که تاجیک ایستاده خودش را، زبانش را، فرهنگش را، ارزشش را، هویتش را، منفعتش را دفاع کرده میتواند. برای همین ما میگیم که حفظ تاجیکستان دیگر مسئله سیاسی نیست، مسئله ایدئولوژی درسی و علمی نیست، این مسئله حیاتی. اگر این را از دست دادیم سرنوشت ملت هم نامعلوم می شود.